تازه ترین تصاویر غزال عنایت با دوستان و خانواده‌اش. غزال عنایت ازدواج کرد، اما با کی؟ مراسم عروسی غزال عنایت در کجا برگزار شد؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی غزال عنایت که هرگز باور نخواهید کرد. این دختر خانم اکنون کجاست؟ مصروف چه کارباری است؟ و افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی غزال عنایت کاملا و دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال عنایت هنرمند جوان، یکی از چهره‌های مشهور و مطرح و شناخته شده در میان هنرمندان افغانستان است. این دختر خانم 15 سال قبل به طور رسمی و مسلکی هنر موسیقی را در افغانستان آغاز کرد. کارهای هنر موسیقی غزال عنایت مورد حمایت گسترده افغانها و دوستدارانش قرار می گرفت. این دختر خانم بعد از آن که به کشور کانادا سفر کرد از همسر اولش جدا شد. در آن زمان فرزند نداشت. غزال عنایت در یک خانواده با علم و دانش دیده به جهان گشود. مادر و پدرش از جمله موفق‌ترین ژورنالیستان افغانستان در رادیو تلویزیونی ملی بود. غزال عنایت عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد. این دختر خانم تازه تصاویرش در صفحات مجازی نشر می شود با لباس سفید عروسی که بار دیگر ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نیست غزال عنایت با کی عروسی کرده است و به چی دلیل غزال عنایت کارهایش را از هنر موسیقی به دور ساخته است و دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفدارانش نشر نکرده است. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای هر یک از هنرمندان خوب و مطرح کشور از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته شاد و موفق کامیاب باشید.